رفتم به غریبی ها دل افکار شدم، محتاج در خانه پولدار شدم. دور از وطن و مادر غمخوار شدم. آه ارکه و چه بودم و خار شدم. این حال همه ما غریبا ایرپورت بنوک و در قرار داریم. دویم سوتکه یکی شبانه روزی اینم خیلی خواب ما آه نان ما اینم. قریب 1 میلیون تاجیک که در روسیه زندگی میکنند به عنوان مهاجر و کار میکنند. این آیا مشکلاتی را برای جامعه تاجیکستان به وجود آورده و احیانا نفوذ روسیه رو تداوم میبخشه در تاجیکستان؟ 1 میلیون نفر مهاجران مهنتی ما در روسیه کار و زندگی فعالیت میکنند. بله همینطور است. دیگر به منطقه به کجا روند؟ و با این کار هم کمک به اقتصادیات تاجیکستان است، هم به عائله های خودشان. حکومت تاجیکستان چاره‌های خیلی همکاری‌های خوبی دارد در سطح رهبران ساختارهای مربوطه دو کشور دایر به حمایه منفعت‌های مهاجران مهنتی خود در فدراسیون روسیه. هموطنان گرامی، موضوع ما بود درباره فرار از بهشت، یا اینکه آیا انسان یا آدم از بهشت میگریزد. ما چند تا مثال آوردیم پیشتر که 2011 2013 مردم چه خیلی فریب کردن، بلیط‌های ساخته شون دادن، در فرودگاه پریدن نتونستن. 2016 همچون در خوجند 100 نفر گفتیم بلیط ساخته فروختن، یک شرکت به نام توجیک ایر، سامان ایر، اما هیچ کس جواب به جوابگری کشیده نشد، هیچ کس جواب نگفت و مردم هم دعوا نکردن. اخیران حادثه بگیم که اینقدر مردم مهاجر در ایرپورت خواب میکردن، در کوچه ها خواب میکردن و یک طرف و همه حادثه بسیار بگیم دهشت‌آورش ماه مارس سال 2020 بود. یاد دارین که وقتی که همین اوج کرونا ویروس شد و روسیه تصمیم گرفت که راههای هواییش محکم کنه به طرف تاجیکستان، در همون وقت مردم ما و شما در فرودگاهی دمدید و بعضیش در بنوکو در زمین ها خواب میکنن. در یاد دارین اینا. و غیر از این با چند بار دیگر در همون هفتهاش در همون ماه در فرودگاه نماندنشون بیستن، از فرودگاه بیرونشون کردن در هوای سرد. یک هموطن از نوحیه یوان بود، حاجیش میگفتن برد در خونه بگیم که زمینی داشته که جای دچه در همونجا برد جاشون کرد. 200 نفر بودن با همون خیانت کردن. یاد دارین اینا نوارش بود، همون رو با مجبور کردن، اما هم دیگر طاقت نکرد که از خونش مردم بیرون کنه. برای چی؟ برای رژیم نمیخواست و توزیع نمیخواد که یک نفر دستید شما مهاجر را بگیره، باید شما نتاری سرسون سرگردون بمانید. اما وقت 23 مارس 2020 همچنین در تاجیکستان ما و شما در نزد وокزال رای آهن هزارها نفر در انتظار رفتن به طرف روسیه بودن، اما موقتا یا که بگیم که مؤلسف راه بسته بود، راه آهن هم زمینی هم آسمانی. شما میدونین گفتن ما بلیط گرفتیم راه آهن و پاییز بریم 1300 سومونی 1200 سومونی، ما را هزاری دادن 200 300 نمیتن. شما میدونین چه خیلی حادثه بگیم دهشت‌آور بود، هم در گفتیم در مسکو، هم در خارج، هم در داخل، اما هیچ کس به داد مردم نرسید. و میم موضوعی که آخران شد یا که حادثه که آخران شد 3 اپریل 2021 یک قریب 20 روز میشانه 200 نفر شهروندان ما و شما مهاجران بلیط خریدن، چیپتا گرفتن، اما در فرودگاه اونها را اجازت پرواز ندادن. شما تصور کنید 200 نفر، این کم نیست. 200 نفر هر کدامش 120 سومانی ده تست خریده یا که هم تست گرفته. وقتی میروند خون میسپرن یا که دکتر میگذارن معاینه طبی میگن 200 نفر او 3 روز وقت داره تستش 120 سومون برای مردم کمبغل پوله. 2 کیلو گوشت یا که 3 لیتر 4 لیتر روغن میشوه. انا شما ببینید و پرواز کردن نتونستن، غیر از اینکه که بلیطاشون سوخت، بلیط 4000 بود یا 7 8000 در بلیط گرفتن. انا او کی میپرن او با دیم برا با 120 سومون ده باید که تست بسپرن. اگر پول بلیطاش را پر بتن دوباره باید بلیط بخرن. ایدو در خوجان دیروز در خبر برآمد تو 13 14 هزار سومونه
همون هم بود تا 2-3 ماه اوج خریدگیشن الکی دیگه بلیت ندارن. با اینجا یک قانون بردن شما ببینید. اکرام سبحانزاده دیرکتور اجنسی اویاسیای تاجیک بدیل خودش جلسه کرد، یک بسیار مجلس مهم کرد، از امنیت، از حکومت، از دیگر ساختارها دعوت کرد نفرای نماینده را، مسئول را که ما باید یک فکر کنیم که این بلیت فروشا با کار فساد با قلابی دست زده استند، نرخ هوا برده استند، باید اینجا یک کس بفروشه، یک شرکت بفروشه. او کیه؟ اجنسی علاقه هوایی. این از کیه؟ ای دختر پرزیدنت تخمینه رحمان. باید همین شرکت او هم در دوشنبه باید بفروشد بلیت. دیگر سامان ایر، تاجیک ایر دیگر شرکت ها حق فروختن بلیت ندارن. برای چی؟ برای پول همه در حساب دختر پرزیدنت برود. شما میدونید چی حادثه؟ برای همین نگاه کنید نواری که مونده برادرمون در اول یک زنک داد میزنه، صدای بلند میکنه که چرا مردم شما بلیط را قیمت میفروشین با او را بلیط نیست. تو 2-3 ماه در اینجا کی گناهگاره؟ کی جواب میگه؟ مردم بی‌صاحبه. خب نگاه کنید اخیرا گفتنیم همین است که با مسئولان اولا رئیس حکومت تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان باید که از مهاجران بخشش پرسه، عذر بپرسه. همه مهاجرای داخلی همه خارجی با این قدر سرگردانی ها، با این قدر مشقت هایی که میکشن، بازم دمشان گرفتگی خاموشن، گپ زده نمیتونن، میترسن. امامعلی باید از اینا عذر پرسه. دویم شخصی که باید از مهاجران عذر پرسه، نه تنها یک باری بپرسن، هر دفعه که همین حادثه میشه یا باید عذر بپرسن. دویم نفر سروزیر قاهر رسولزاده باید عذر پرسه، بخشش پرسه مهاجران. سوم نفر دادگاه عالی شیر محمد شاهیان، سود عالیش میگن، راهبر رئیس باید عذر پرسه به خاطر چی که این جنایتکارا را نه دیلا میکنن نه هیچی. مهاجرات باید که بخشش پرسه، عذر پرسه مهاجرات. دادستان کل یوسف رحمان باید بخشش پرسه، عذر پرسه، برای که دیلا نمیکنن اینا را. در دیگه کارا باشن میدونن که دیلا میکنن، میبرن زندان میکنن. 4 نفر 5 نفر وزیر کارهای خارجی سیراجدین اسلف برای خارجه، برای مشکلات خارجه، برای مردم خارجه جوابگر سیراجدین اسلف باید عذر پرسه، بخشش پرسه. 6 نفر وزیر مهنت، مهاجرت، شغل اهالی شیرینگل امانزاده، این هم جوابگر باید ببرد بخشش پرسه مهاجرو. اینقدر سرگردان کردن اینا را، اینقدر در عذاب ها و در بلاها یا گرفتارن، یا باید ببرد بخشش پرسن. وزیر نقلیات هم زمینی هم هوایی عظیم ابراهیم باید بخشش پرسه، باید این هم ببرد مهاجرو بخشش پرسه. وزیر کارهای داخله رمضان رحیم جکی باید ببرد مردم بخشش پرسه، خصوصا مهاجرو بخشش پرسه. در این قدر سرگردانی ها باید این وظیفه داره. رئیس کمیته امنیت دولتی ملی سیمین یتیم باید ببرد بخشش پرسه، باید این وظیفه داره که امنیت تنجی و آرامی را نگاه بداره. مهاجرا وقتی به خیلی سرپناه مونای خیلی سرگردان شوند و هر کار دست میزنن، در اینجا این باید ببرد این مهاجرا بخشش پرسه. نفرایی که جنایت میکنن بلیط قیمت میفروشن، بلیط نمیفروشن با یک ماه 2 ماه یا که با یک روز 2 روز با دیگر کس تقاضی میکنن، اونا را باید که برن محکم کنن. اینا رئیس مبارزه با ضد فساد سلیمان سلطانزاده چی با نمیبره دستگیر کنه نفرایی که بلیط 4000 سومون 8 تا 10000 سومون میفروشن، چی با نمیبره یورا دیلک که برای محکم کنه. باید ای مهاجرا بخشش پرسی. سلیمان سلطانزاده، اکرام سبحانزاده دیرکتور اجنسی علاقه اجنسی چی بود وظیفش؟ دیرکتوری من اینجا ببینیم جای نوشتم. دیرکتور اجنسی اویاسیای گراجدانی اکرام سلطانزاده سبحانزاده باید ببرد مهاجرا بخشش پرسه که این کمبودی انمی چه شرکت کمبودی انمی ای پیش خودش هیچ که بلیط نفروخته، هیچ که خیلی حق هم نداره، خیلی دوشاک هم نمیکنه، خیلی جرأت هم نمیکنه که ای پیش خودش ببرد بلیط 4000 را در 8000 بفروشه، هیچ که او را نگاه نکنه. در اینجا دست داره حسن اسدالله زاده ببرد بخشش پرس، در اینجا تو هم دست داری.
شرکتی تو سامان ایر تو برو بخشش پرس. در اینجا یک نفر دیگه بعد عبدالمجید مومینزاده رئیس خدمات ضد انحصاری. شما ببینید همین خسارت یا کمی ضررهای همین مهاجرا را باید که پرداخت کنند از راه پولیش از تمام رصدخوداش، اما یا رصد کردن نمیشه و برگردوندن نمیشه. اینو از نو دوباره از جیب خودشون رصد میکنن. این عبدالمجید مومینزاده رئیس خدمات ضد انحصاری باید بگه جواب بگه ای مهاجرا بخشش برسن رصدخوداشون مصرفاشون همش بگردونه بتا. نفر دیگر امید بابازاده میدونه که امبودسمن وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان است. ببینید اینجا حقوق انسان پایمال میشود. یک نفر به امید میره 2 برابر 3 برابر بلیط میخره اما در وقتش نمیتونه پریده. اینجا چی گپه؟ اینجا کی جواب میده؟ این مسئولای ما میگم یا چی بخشش نمیپرسن؟ زپدلا میدونن مهاجرا فرزند اوگایی فرزند پیاندر شونن یا دشمن شونن. امیا میروند در همون روسیه پال میشوند، خانه میروند، جنگل دا کار میکنن، توالت واگن دا خواب میکنن، پول رای میکنن. شما میخرین میگرده بیش برای شما، برای مهاجرات. تاجیکستان هم دوزخه، روسیه هم دوزخه، هر دوش دوزخه. در این دنیا دوزخ هم وجود داره. دوزخی بگیم عادیه یا که یک دوزخ آسانه که این تاجیکستان برای مهاجرات دوزخه، روسیه هم برای مهاجرات دوزخه. بیش برای شما ظالما، برای شما نقلی تیارخرایی که نمیاد تماشا میکنید ناموس نداره که ببرین یا بخشش برسن یا که همیا رو دستشون بگیرین. مهاجرا هم پیشنهادی که برادر کرد پول روی نکنن یا که روسیه نرن یا که بگردین وطن برن، پیشنهادشون خوبه. شما پیشنهاد من چیه؟ شما گپ زنین یا نه شما بخشش میپرسن نه شما را کمک میکنن. شما خودتون باید گپ زنین، نترسین ای مردن، نترسین ای زندان، نترسین. شما حقتون طلب کنید. حق شما میدونید که حق دارین. تاجیکستان وطن شما هم هست. شما حق گپ زدن دارین و مسئولن. مسئول میفهمین معنی مسئول چیه؟ جوابگرن. اتوس نیند شما در همون روسیه باشین، در کدام کشوری باشین، در چی مشکلاتی گرفتار میشین و جواب بگن. باید به یک موی شما جواب بگن. یکی شما یافتین و رو میگن که ایدیسیون هیچی نمیاد و نمیکنن، خودتون میگیرین مردتون خودتون رای میکنین، بیماریتون خودتون توبت میکنین، یک نفر به پول کمکش خودتون میکنین و میدونه که به یا خودشون نگاه میکنن. نگاه کنه در روسیه یک نفر زیدی رحمان رو گپ زنه او را میتونه که به پول رایگان به تاجیکستان میبرن. چی به نفرهایی که در روسیه هستن در شهرهای گوناگونش به پول بیکاره نمیان شما را ببرن به تاجیکستان؟ سبب در چیه؟ یک مبارز هم میتونه که یک هواپیما میبرن زکس میکنن یا که به پول میبرنش. شما صدها نفر در فرودگاه خوابن پرواز نداره. شما اینا ببینید 100 نفر نه 1000 نفر در فرودگاه دمدد و خواب کنه مهاجرا. شما را میگم نه رحمانوف نه یگان وزیرش نه یگان تاش یک چشمش نمیپره یا بخشش پرسه که یک هواپیما روی کنه بیان برن. نه که یک مبارز در یک جا جاگه شدگی اون را میکوان میگیرن میبرن. شما چه خیلی فهمیدید 1000 نفر آدم حساب نمیشه در او. یک مبارز هم قدر داره هم آدم برای او. میفهمید؟ شما خیلی فکر میکنید که انسان شما باید ارزش داشته باشید، شما باید احترام داشته باشید. شما میفهمید نمیره؟ برای همین ای اسلام شب بگیرم ای دنیای شب بگیرم انسان ارزش داره. اما سرقانون هم میگه که انسان ارزشی والا داره. خب برادر محمد جان شما صحبت کنید. اگر هر قدر که گپ زنیم گپو تمام نمیشه. سلامت باشین برادر زیجان، خدا نگهبانتون باشه. امروز موضوع شما بود دیگه ما هم یک کمی خلل دور کردیم. مثلا نکی به هر حال الله نگهبانتون باشه. خیلی صحبت عالی.